خوږو لیدونکو بیا هم ښه راغلی. ژوند خپرونې د میلمه برخه راورسېده. ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې نن په خپرونه کې راسره دوه ځوانان چې په دغه برخه کې دوی ډېر کارونه ترسره کړي دي او واقعیت یو داسې ولسوالۍ دی چې د هغې ولسوالۍ خلک زیاتره کسان زیاتره خلک یې په همدغه کارونو باندې مصروفه دي. نو خوږو لیدونکو په خپرونه کې راسره محمد مسیح مشتاق او د ده ترڅنګ یو بل ورور یې هم محمد یوسف مشتاق دواړه په خپرونه کې راسره میلمانه دي او دواړه به د همدغه څیزونو په اړه لنډ معلومات راکوي او د خپلو فعالیتونو په اړه به یې راته وایي او نور کوم کارونه ترسره کړي دي او په راتلونکي کې څومره پلانونه لري چې دا رنګه نور کارونه او نوښتونه ترسره کړي. سلامونه، ستړي مشی، بخیر آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و یک سلام خاص برای همکاران تکنیکی تلویزیون شما. بله، زنده باشی، بخیر باشی. مشتاق جان تو هم بخیر آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت محمدی صاحب، خدمت دوستان برنامه و خدمت کسانی که از پشت پرده تلویزیون ما را تماشا میکنند. بله، زنده باشی، بخیر باشی. محمد یوسف مشتاق تو اردویتان یک دفعه خود معرفی کنی خوب میشه. اسم محمد یوسف، متعلم صنف 11 هم. خب تو هم؟ اسم محمد مسیح مشتاق، فارغ التحصیل صنف 12. خب ماشاءالله. آلی تو کلان هستی یا او کلان هستی؟ نه، ما کلان هستیم. تو کلان هستی؟ اردو خب بیادر هستی؟ بله، برادر هستیم. خود ما کلان تر هستیم. خود تو کلان هستی، آفرین ماشاءالله. به نظر ما زیادتر کارا مشتاق جان تو میکنی؟ بله، فروشات هم خودم میکنم دیگه، جور کردن چیزا هم در خانه باز فامیل کوشش کمک میکنه، همکاری میکنه. بله. در پالوی مکتب هم میخونی؟ جان، هم کورس هم مکتب، باز مکتب هم میریم دیگه، کورس هم بعد از باز دیگه ورزش چیزا هم. خب ورزش هم میکنی؟ ماشاءالله. مشتاق صاحب دستیم چند هستی او چندم نمره هستی؟ صنف 11 هم، مکتب عبدالغفور ندیم و دوم نمره. دوم نمره، ماشاءالله. یعنی در مکتب هم دوم نمره هستی، در یک کارهای دستی هم انشالله اول نمره هستی به نظر ما. شاید دیگه. بله. بله. مسی جان تو هم بر ما بگو، تو مکتب خلاص کردی حال پنتون میخونی یا؟ بله دیگه، مکتب خلاص کردیم در سال 1403 دیگه. یک کم مشکلات بود دیگه. بخیر انشالله که آمادگی به پنتون دارم. خب ماشاءالله انشالله. خب یوسف جان تو درباره فعالیت‌هایتان بر ما بگو. کاردستی را از وقت قرنطین تقریبا 7 سال پیش شروع کردیم کار دیگه. تا حالی را نوآوری های خاص میکنیم و هر هفته دیگه اگر کار نداشته باشین در وقتهای بیکاری از فرصت استفاده میکنیم و نوآوری های خاص میکنیم دیگه، طراح میکنیم هر چی را که یعنی چیزای نو جور کنیم و به مشتری‌ها به فروش برسانیم. بله. چی رقم فکر بر تو پیدا شد که مثلا تو باید امی کارهای دستی را شروع کنی؟ وقتی که قرنطین بود دیگه کل جای بند بود، به خودتان معلوم است دیگه. باز دف خانه چوبک آوردیم، گفتیم میشه که جور شود دیگه. باز فامیل هم دیگه حمایت ما کرد، کوشش ما را کردیم، باز تا این وقت که جور کرده تانستیم میشه. در اولا چیزای خود جور میکنیم، باز تا حالی که نقشه چیزا رو هم جور کردیم. ماشاءالله واقعیت. بله. مسی جان تو قدیش چی که همکاری میکنی که بیادرت؟ یا تو کدام چیزا را یاد داری یا قدیش کمک میکنی؟ والا ما یاد داریم دیگه. ما خودم هم انجینر موبایل هستم، برای برادرم هم همکاری میکنم دیگه. بعضی چیزا رو امروز جور میکنم، همکاری میکنم یا به فروش میرسانیم. ای خودش خواسته که قدیش همکاری کنه یا تو قدیش همکاری میکنی؟ نه خب یگان وقت که مثال ای خب حوصله‌گیر است، زیاد زمانگیر هم است. باز یگان وقت که دیگه بگویه که بیا امروز جور، باز امروز جور میکنیم. بله. خودت انجینر موبایل هستی؟ بله، انجینر موبایل. بله ماشاءالله. مشتاق صاحب می چیزا در چه وقت جور میشه به نظرت؟ مثلا ایره که در چه وقت جور میشه میوه‌دانی را؟ او یک دانه ستاره که هست با چی هست، با میوه تازه است. با سایزایش هم فرق میکنه، هم از سایزای خرد تا سایزای کلان داره دیگه. باز دست ما خوب سرو شده دیگه، باز در 1 ساعت 2 ساعت قدر هم میشه. اینمی در 1-2 ساعت یا 1 روز یا 1 هفته وقت میگیره بنه؟ در روزای اول دیگه زیاد وقت میگرفت دیگه. حال دیگه 7 سال میشه زیاد وقت میشه از کار دیگه. خوب است دست ما. حالی چقدر وقت میگیره؟ بله. حالی چقدر وقت میگیره؟ حالا دیگه تقریبا او را در 1 ساعت وری جور میشه. ماشاءالله. یعنی تو میتونی در 1 ساعت می حالا بهش که خوش باشه باز زود جور میشه دیگه. بله. این از چی چیزا جور میشه؟ یک خود چوب است دیگه، کدام چیزا شما؟ چوبک آیسکریم ده یا کار میشه دیگه، سرش چوب. بله ماشاءالله. مسی جان تو که انجینر موبایل هستی،
بر تو چی رقم فکر پیدا شد که تو کوشش کنی همین چیزا رو یاد بگیری؟ بیشتر که یادآوری کرد وقت قرنطین که بود دیگه همون تو یک چیزی را کم کم جور کردیم، بعد از اون تو مفکوره دیگه زیاد شد، زیاد چیزای خیلی بالا بالا جور کردیم. یعنی که تو نخواستی که بیکار بانی؟ نه دیگه خب وقت قرنطین بود از خانم بیرون برآمد نمیتونستیم، بازدهمی خود مصروف کردیم. بله بالکل. یوسف جان با برنامه یک لوگو آوردی به نظرم. بله یک لوگوی ژوند آوردیم که نیمکاره است و را میخوایم که دیگه جور کنیم. باز مهربانی تو کارت شروع کو، تو همین لوگوی ژوند جور کو که در چقدر وقت جور کردن میتونیم. خب لیدون کو تاسو زمونږ ګران دوست محمد یوسف مشتاق صاحب ویني چې دوی اوس کوشش کوي کوم ژوند خپرونې لپاره چې دوی کوم لوګو جوړه کړې ده او کوم کارونه چې نیمګړي پاتې دي هغه همدلته تکمیل کړي. واقعیت داسې ځوانان د تشویقولو وړ دي. دوی ته وګورئ څومره کوشش کوي په دغه برخه کې او دوی څومره زحمت باسي، نوښتونه کوي. مسیح جان تو مثلا کدام نوښت کردی یا خودت یک چیز جور کردی؟ خب مثلا کدیش چی کردی کمک کردی؟ خودت کدام نوآوری کردی، کدام کار کردی؟ ما خودم هم روزای اول ما بود جور میکردیم، نمی ستاره را خودم اختراع کردم. بله. مثلا هم تو نمی قالب شک ماندیم از فکر مفکوری ما که گفتیم مثلا کدام دیزاین باندیم و این رقم ماندیم و دیگه میوادانی خشک ماندیم، دیگه قلمدانی دیگه همراه در نقشه همراش کمک همکاری کردم. یعنی این نظری تو بود که تو یک چیزا جور کردی؟ بله دیگه نظر همگی بود دیگه. یک تشکری از پدرجان مادرجان هم که ما را همکاری کردن، حمایت کردن دیگه. یعنی تشویق حمایت زیاد پدر و مادر میکنه به نظر تو. دیگه بیادر هست ایده چی کارا مصروف است؟ نه خیر دو بیادر هست. اینمی دویتان؟ بله ماشاءالله. در پالی ورزش هم میکنی به نظرم؟ ورزش نه خیر نه. بیادرت ورزش گفته که ما ورزش میکنم. بله. مسیح جان تو حالی میتونی مثلا که بیادرت گفته که ما در 1 ساعت یا در 2 ساعت همی یک چیز جور میکنیم، تو میتونی در 1 ساعت یا 2 ساعت؟ بله خب در فامیل همگی ما جور میکنیم. دیگه یکم شب پدر ما میشینه جور میکنه دیگه، به کل ما راحت شده دیگه، آسان جور کنه میتونه. بله. این در بازار شما عرضه میکنید؟ بله در بازار طرف شهر نو، کارته 4، قلعه نجارات، در بعضی گلفروشی ها و از نو چاکلت دنیای دستدار که میگیرن به خاطر گل پاشان در یگام هتل کرایی که میگیرن و دیگه به فروش میرسونیم. در هتل پروان بعضی از قلمدانی ها مردم میگیره که همین چیزا رو خوش میکنن؟ نوآوری از دیگه خوش میکنن. بله بالکل. خو هیوادوال ده چې یوسف جان هم کوم څه چې نیمګړي پاتې و د ژوند خپرونې د لږو هغه کار یې بشپړ پای ته ورسوه. تاسو راځئ چې ویې ګورو. یوسف جان میره بلند کو جور خو کدی حاله خوږو هیوادوال تاسو یې وینئ دې طرف ته. نو خوږو هیوادوال وګورئ ژوند لوګو په څومره مهارت باندې جوړه کړې ده که سړی چیرته ورته وګوري بیخي جالبه ده. واقعیت د دې نږدې هم شوه تاسو ته د ژوند لوګو یې د لرګیو نه جوړه کړې ده ژوند خپرونې. نو واقعیت دوی یو نوي فکرونه ورسره دي، نه یوازې دا چې زه به وایم چې مثلا دوی به په دغه برخه کې چې فعالیت کوي او کار کوي او دوی به نور همدا کارونه پرېږدي. ما په نظر دوی به نور هم نوښتونه کوي هغه ځوانانو لپاره چې باید دوی هم په دغه برخه کې کوشش وکړي چې همداسې خپل وقت بهتریږي. یوسف جان تشکر، زنده باشی که تو یک چیز بر ما جور. خواهش میکنم این تحفه ناچیز دیگه از طرف ما به شما بر ما زیاد چیز است. ماشاءالله بهترین کار کردیم. درباره پلان آینده ایت هم بر ما کمی بگویید. پلان آینده ما دیگه این است که چیزای نو زیادتر از نقشه افغانستان هم کده مشکل ترایش جور کنم. بله. درباره همین نقشه بر ما بگو حال خود گفتی. نقشه را در وقت امید گذشته که گذشته دیگه در 1 هفته جور شده و بسیار سرتب دیگه در شوید خلاص شده 20 ساعت کار میکردم 4 ساعت خواب میکردم. ماشاءالله. سرتب کار کردم که گفته بودم در شوید باید خلاص شود. دیگه با صورت در شوید خلاص شده و در پالیش برج ایفل هم است که نیم کار است دیگه 3 طرف دیگه هم جور میشه باز به شکل هم خود برج ایفل جور میشه. بله. همین نقشه تنها همون چوب و استریش استفاده. بله دیگه هم یک چوب و شرش رفته. بله. چوب کیسری ما استریش. این نقشه خو مثل میوادانی وری جور کردی چی است دبن؟ نقشه که ما که دایت کار گرفتیم با میوه خوش کار گرفتیم در ولایت شهرخانه میوادانی است
باز بعد از این دیگه گفتم در دیوالم بند شوه، باید باز در دیوالم بند میشه که آدم بندش کنه. یعنی این میوه‌دانی است؟ میوه‌دانی هم میشه ولی با دیکور هم در دیوالم بند میشه. ماشاءالله چه یک فکر بر تو پیدا شده والا. در خانه دیگه فامیل سرمایه مایت کردن ما را دیگه جورش کردن. چقدر تشویق شدی، چقدر کوشش کردی تو خودت، از دوستا مثلا تشویق شده، از پدر و مادر چقدر تشویق شده؟ اول از پدر مادر دیگه بعدن باز هر کی که دایت خانه ما مهمان می آمد باز میدیدن دیگه، هر کی میدیدم که استوری کردن که میبینن یعنی چیز نو است دیگه، کت چوبک آیس کریم این رقم چیز. بله امی نقشه امی بر خودت امی فکر پیدا شد که یا کسی برات گفته که تو یک چیز جور کن؟ من این فکر تقریبا 2 سال پیش داشتم، باز زیادتر نمیفهمیدم که این جور میشه یا نه، بخاطر که خیلی پیچیده بوده. باز من گفتم بیا جورش میکنم دیگه، اگه خرابم شده خیر رزق در گردن میگیرم. باز جورش کردم موفق شدم. بله. تو مسی جان حال کم کار در زیر دست داری که در اید بیزو میایه خاله که به او یک چیز نو آوری کرده باشه؟ به اید نو دیگه در خانه که گفتیم تو میخوایم که یک افغانستان جور کنم، حرفای انگلیسی باز داخلش هم میوه‌دانی باشه. خب اردویت در داخل حرفا میوه خشک باشه. بله مسی جان تو کدی بیادر در بخش کار نقشه چقدر کمک کردی؟ والا یک 4-5 تا ولایت خیلی حوصله‌گیر است. یک 4-5 ولایت همراهش هم شوید که دیگه وقت کم مونده و همراهش همکاری کردیم، جور شد، تمام شد دیگه در سر دسترخوان عید ما دیگه. بله چقدر خوب معلوم میشد. حالا کدیش چی همکار است نو که جور میکنه؟ در افغانستان بله. فعلا افغانستان خود بود تو قالب چیزاش نموندیم، انشالله که من باز همکاری میکنیم. همکاری میکنیم. بله. تو دکان داری؟ بله. خود در سرای شمالی. خب اموجا مصروف است خودت؟ بله در ترمیم موبایل. ترمیم موبایل ماشاءالله. خب یوسف جان درباره دیگه فعالیت‌های تام یکم معلومات بده. درباره ورزش. درباره ورزش من بایسکل رانی را خیلی زیادتر خوش داشتم دیگه، باز در خانه اسکیت خوش داشتم، بوتای تیرکی دیگه. باز امی هفته قبل یک بوتام خریدم دیگه، هم اسکیت تمرین میکنم هم بایسکل. خب یعنی حال بایسکل یا داری بایسکل رانی میکنی یا نمیکنی؟ بله یا بایسکل رانی میکنم، در تیم استاد ناصر میاخیل هستم، تشکری میکنم از استاد ناصرم که ما را حمایت میکنه که ما در اینجا رسیدیم دیگه. بایسکل رانی هم میکنم، اسکیت هم کم وقت میشه دیگه، 2 هفته وری میشه تمرین میکنم. مسی جان تو ورزش نمیکنی، خب کوشش میکنی که ان شاء الله بله، یک ورزش شروع بله بخیر. کدام ورزش خوش داری؟ ما جمناستیک خوش دارم. جمناستیک والا بهترین ورزش است. بله. جمناستیک. خب تو چه خواستن داری، پیامتون چی است به جوانای افغانستان؟ تو پیام خاصی ندارم، خود جوانا باید دیگه درس بخوانن و دیگه از نوآوری‌های خودشان دیگه. حالا مثلا جاتر جوانای ما و شما در خانه شیشته میگه کاروبار نیست، این یک کار است. این هم یک کار است که مثال فکر خود در کار پرتن و هر چیز میتونن جور کنن. بله. یوسف جان تو چی پیام داری به جوانای؟ پیام ما به جوانان و نوجوانایی است که همیشه کار کنن، درس بخوانن، زحمت بکشن تا که برای مردم و وطن ما الگو باشه. بله چقدر خوب، مثل اردوی تو. خوش باش. خوش آمدید به برنامه ما. زنده باشین، بخیر باشین. خواږه هیوادوالو په خپرونه کې را سره دوه ورونه و چې واقعیت دومره په زړه پورې کارونه یې ترسره کړي دي. تر ټولو جالبه ماته د افغانستان نقشه چې میوه‌داني وه، یعنی په اختر کې دوی ورځینې استفاده کړې وه او دوی په راتلونکي اختر کې هم د افغانستان له نامه څخه چې مثلا د افغانستان نوم به په انګلیسي حروفونو باندې لیکل کېږي او یو میوه‌داني ترې جوړوي. واقعیت هم دوی یو ډېر ښه مثبت فکرونه لري. باید موږ او تاسې هم کوشش وکړو هغه هیوادوال چې مثلا دوی په ټولنه کې ځانونه یو څه ګوښه حساب کړي دي او وایي چې کاروبار نشته، دا دې ښه کولی شي. یعنې د دې قیمتونه که موږ او تاسو پوښتنه ځینې وکړو، پوهېږئ خالي د نقشې قیمت تر 3,000 3,500 پورې قیمت لري. یعنې که وګورئ دوی یوه ډېر ساده څیز نه جوړ شوي دي. دې تر څنګ نور هغه کوم کارونه میوه‌دانۍ که وښیو، همدا دستمالدانۍ که وښیو، همدا نور شانې که وښیو، دا ډېر یو ساده جوړ شوي دي، خو هم قیمتونه یې ډېر لوړ دي. دوی کولی شي